زیادی توپ به بیرون میره. یه لحظه آهی اشتباه میکنه، میره تدارک حمله رو ببینه. محرم نویدکیا چه اشتباهی کرد. آهی موقعیت برای سوکای و توی دروازه. گل برای تیم سپاهان. جواهر سوکای در 45مین دقیقه این دیدار روی اشتباه فاحش احمد آهی. چه پاسی داد محرم نویدکیا و سوکای هم اینگونه دروازه رو باز کرد. یک ارسال رو به جلو خطرناک است و ببینید چی کار میکنه حسنی صفت که توپ رو به زیبایی میگیره. جعفری، جلوویچ با حرکت میکنه، کوروشی به سمت دروازه، جلوویچ و باز هم عکس العمل تماشایی حسنی صفت. یک ارسال بلند از زاره، کنترل توپ است نصحتی، موقعیت هست برای تیم ملوان و مشخصا رافقایی که دروازه رو باز بکنه، اما در این امر توفیقی نداره. ابراهیمی برای جواهر سوکای میخواد کوروشی رو جا بذاره، موفق سوکای هست، میره تک به تک بشه با حسنی صفت، خطرناک هست، موقعیت برای و گل. جلوویچ چجوری جا موند سیامک کوروشی و جلوویچ روی پاس عالی جواهر سوکای گل دوم سپاهان رو هم به ثمر رسوند. اینجا سوکای حرکت میکنه، یه پاس خوب برای جلوویچ میده و او هم دیگه چیکار میتونست بکنه غیر از اینکه دروازه ملوان رو باز کنه.